ضربه‌های وحشت‌افکنانه حماس به اسرائیلیان جامعه‌های یهودی آمریکا را تکان داد. آنها به نشان حمایت از اسرائیل و گرامی داشت یاد قربانیان گرد همایی برگزار کردند. یایر لیو در فیلادلفیا اندیشه‌های خود را بیان نمود. سخن درباره محکوم کردن جنایتی بدترین ضد یهودی در 80 سال اخیر می رود. ما نمی توانیم این را تحمل کنیم. همه ما نوابسته از دین و نژاد کاری از دستمان می آمده را انجام می دهیم تا اسرائیل را در این روزهای دهشتبار دستگیری نماییم. در نظرسنجی‌های مرکز تحقیقاتی پیو در سال 2019 و 2020 اکثریت آمریکایی‌های یهودی تبار گفتند که باور دارد غمخواری نسبت اسرائیل یک جزء اساسی و مهم یهودیت آنهاست. اما پرسش افکار اینچنین روزدن فرق بین نسل‌های جوان و سالمند را در این بابت آشکار کرد. هرچند به گفته بعضی تحلیلگران دیدگاه کلانسالان هنوز برتری دارد. در بین یهودیان کلانسال و دیندار همبستگی با اسرائیل قوی تر است. یعنی حس وجود دارد که اسرائیل یک جزء هویت ماست و به معنای یهودی بودن است. اما یهودیانی که جوانترند می توان مشاهده کرد که احتمال اکثریتشان با اسرائیل همبستگی زیاد ندارند. برخی از جوانان آمریکایی یهودی تبار در نیمه ماه اکتبر در نزد بنای کپیتولی آمریکا تظاهرات کردند. آنها گفتند از حمله غافلگیرانه تروریستی حماس غمزده شدند، ولی واکنش نظامی اسرائیل را رد می‌کنند که سبب بحران بشری در نوار غزه شده است. ما این غم و درد را به کوچه ها میبریم تا بگوییم که این جنگ، این حمله به مردم فلسطین که حالا رخ داده ایستاده است، خویشاوندان ما را امین نگه داشته نمیتواند. این کار عزیزان ما را برنمیگرداند. برخی از دیگر اعتراضگران آمریکایی یهودی تبار از موضع‌گیری واشنگتن در مورد نزاع اظهار نگرانی کردند. پرزیدنت بایدن چشمان خود را گشایید. ببینید که در غزه چی می‌گذرد. به خرابی‌های غزه نگرید. شما باید برخیزید و به نسل کشی خاتمه دهید و فوراً آتش بس را طلب کنید. باید از جانب ایالات متحده و دیگر کشورها فشار آورده شود تا این دیوانگی و جنگ را بس کنند. اشر کافمن، پروفسور تاریخ و تحقیقات صلح میگوید با ادامه حمله جوابی اسرائیل و افزایش شمار قربانیان خشونت، نگاه داشتن دیدگاه‌ها عاید نظام مشکل‌تر می‌شود. شما می توانید عملهای حماس را در روز 7 اکتبر محکوم کنید و در برابر این شما می توانید از ادامه اشغال اسرائیل در ساحل غربی و محاصره غزه انتقاد کنید. به نظر من این دو یکدیگر را انکار نمی کنند. اما حالا این همه را مشاهده کردن خیلی مرکب و دشوار است. مردم صبر ندارند. به نظر کافمن اگر وضعیت بشری در غزه بدتر شود، این اختلاف می تواند باز هم عمیق‌تر گردد.